خب کافه های جذاب، میخوایم جمع کافه رو بگم بهتون. میگیم چی؟ کافه هات. کافه هات. پس جمع کافه میشه کافه هات. حالا میخوام بگم کافه های جذاب، کافه های قشنگ تو امارات میگم چی؟ کافه هات حلوه بالامارات. کافه هات حلوه بالامارات. حالا دو تا کلمه خیلی مهمم اماراتی ها استفاده میکنن که اونم اگه گفتین چیه خیلی شنیدیم. یکی روعه هست و یکی دیگرش هم کشخه هست. کشخه که یعنی هر دوتاش به معنای جذاب، هیجان انگیز، یا مثلا تو همون اصطلاح فارسی خودمون که میگیم واو چه جذاب، مثلا خیلی قشنگه، میگیم چی؟ از این دوتا کلمه استفاده میکنیم. پس میخوام بگم کافه های خیلی جذاب، فوق العاده جذاب تو امارات، میگم کافهات کشخه بالامارات.